سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 27 اکتبر تاجیکستان از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. از محبس رقم 17 10 محبوس تاجیک و ازبک را به جنگ اوکراین بردند. زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان رسلان لشکربیکوف به 10 سال زندان محکوم شد. به لباس عضو اوانگارد پیشاب کرد. بازداشت رهبر یک تلویزیون مستقل در پنجکند در پی مناقشه با بیزاد اوانگارد. باور نکنید صحیفه های قلبکی از نام رستم امامعلی به مردم مبلغ‌های بزرگ وعده می‌دهند. سیل خرابکار در نویه شمس‌الدین شاهین 5 سیمچوب برق را چپه کرد. مصادره 11 کیلو مواد مخدر در ولایت سرخندریای ازبکستان. 2 صدمه مرگاور در نویه‌های باباجان غفورов و اوان. و اکنون تفصیلات خبرها. نشریه نووای گازیتا اروپا اسم محبوسانی را که در پایان ماه سپتامبر از زندان نظامش سنگین رقم 17 در جمهوری مردوویا به صف شرکت خصوصی حربی واگنر جلب گردیده و به جنگ ضد اوکراین فرستاده شدن معین کرده است. شرکت واگنر به یوگنی پریگوژن، یک نفر نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تعلق دارد. بنا به اطلاع نشریه تنها از محبس رقم 17 بیش از 100 نفر را به جنگ اوکراین بردند و نصف آنها را شهروندان ازبکستان، تاجیکستان، مولداویا، اوکراین تشکیل داده. در بینشان تا شهروندان مصر و صربستان هم بودند. نووای گازیتا اروپا از جمله نام شهروند تاجیکستان شوکربک ساتوروف را ذکر کرده است که در سامانه جنبش مهاجران تاجیک روسیه همچون عضو این جنبش نشان داده میشد. شوکربک ساتوروف بعدا با حکم دادگاه نویه نگین ولایت مسکو با جرم قاچاق مقدار بزرگ هیروئین به 8 سال زندان محکوم شده. در محبس رقم 17 در مردوویا ادای حکم میکرد در این باره که او چگونه به صف شرکت حربی واگنر پیوست و به جنگ اوکراین رفت معلوماتی از این بیشتری در دست نیست. نووای گازیتا اروپا می نویسد قریب همه محبوسان خارجی از این محبس مردوویا به جنگ اوکراین جلب شده برای دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به مهلت عذاب تا 16 سال محکوم شده در محبس رقم 17 ادای حکم میکردند. از جمله بختیار قواندیخوف از تاشکند و قرالبک قوچقاروف از قرقلپاکستان برای گذاشتن هیروئین در مفخگاه‌ها در شهر ولایت مسکو دستگیر شده. قوچقاروف برای مثال تازه 15 مارس سال 2022 محکوم شده بود و در محبس مردوویا همگی نیم سال قرار داشت. زاده دیگر ازبکستان اسلامبک صابروف نیز ماه مارس سال جاری محکوم شده. همگی بعد چند ماه ادای حکمش به صف شرکت واگنر جلب شد و به جنگ اوکراین رفت. عظمت زولونوف و سردار زوکروف از ازبکستان سال 2021 نیز برای مواد مخدر در این محبس بودند. همین طور زاده دیگر ازبکستان نسیم خان مولانوف برای فروش هیروئین به 6 سال زندان و هموطنش سرورجان مامزیوزاد با حکم دادگاه شهر ایگوروفسکی ولایت مسکو به 7 سال زندان محکوم شده بودند. نووای گازیتا اروپا می نویسد در بین محبوسان به جنگ اوکراین جلب شده آدمکشان نیز هستند. نام و نسب یکی از جلب شدگان با شهروندی روسیه یونوس سلیموف که برای کشتن آدمان هدای حکم میکرد یکسان است. بنا به مواد پروندهش یونوس سلیموف و شریکش خود را کارمندان مقامات معرفی کرده با تهدید با سلاح تروماتیکی کلید خانه جبر دیده را کشیده گرفته خودش را به جنگل بردند و سرش را با سکوچ پیچانده زنده به زنده گورش کردند. همین طور بنا به اطلاع نشریه محبس رقم 17 نفر با نام یوری سویریدوف به جنگ اوکراین فرستادند. معلومات او همسان یکی از فرماندهان میلیتیا به نام جمهوری خلقی لوهانسک با لقب میچت است. سویردلوف سال 2019 با جرم آدمکشی و تجاوز به ناموس زنهای حامله در شهرک گالوفکای اوکراین به 13 سال زندان محکوم شده بود. نووای گازیتا اروپا در عموم نامهای بیش از 40 خارجی را که به صف شرکت حربی واگنر جلب و به جنگ ضد اوکراین فرستاده شدند معین کرده است. منابع نشریه گفتند محبوسان را برای رفتن به جنگ مجبور نکردند ولی بسیاری آنها درست میدونند که در اوکراین چی گپ است. قبلا گفته میشد که شرکت خصوصی حربی واگنر با وعده آزادی پیش از مهلت از محبس‌های روسیه محبوسان را به صف خود جلب کرده به جنگ اوکراین فرستاده است. مقامات ازبکستان و تاجیکستان قبلا شهروندان خود را از اشتراک در جنگ‌های خارجی هشدار داده بودند. در تاجیکستان برای چنین عمل همچون جزا
تا 20 سال زندان پیش بینی شده است. زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان رسلان امامیارویچ لشکربیکوف سال تولدش 1989 با حکم دادگاه در دوشنبه به 10 سال زندان محکوم شده است. در این باره روز 27 اکتبر سال 2022 با استناد به یک منبع به نام در مقامات حفظ حقوق تاجیکستان ژورنالیست انوره سرکورова که اساساً رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. بنا به اطلاع سرکورova دادگاه هنوز روز 28 سپتامبر دایر شده و رسلان لشکربیکوف بر اساس دو ماده کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 35 قسم 1 و ماده 182 قسم 2 در اشتراک در غصب بناها گناهکار شناخته است. تفصیلات دیگری حکم و اینکه لشکربیکوف آیا کی و در کجا و کدام بنا را غصب کرده است دسترس نیست. رسلان لشکربیکوف زاده دهه رجیست نویه روشخلای ولایت مختار کوهستان بدخشان یک منطقه مختار در شرق تاجیکستان است. انوره سرکورova خبر داد که رسلان لشکربیکوف 2 آگوست سال 2022 در شهر مسکو روسیه دستگیر شده بود. هنگام بازداشتش او از تریزه قوت دوم بنا خود را پرتافته ولی 3 کارمند مقامات حفظ حقوق روسیه که او را در پایان بنا میپوییدند لشکربیکوف را دستگیر کردند. می نویسد سرکورova مقامات روسیه او را خیلی زود به جانب تاجیکستان سپاریدند و لکه روز 4 آگوست لشکربیکوف را از مسکو به دوشنبه آورده در سزا محکم کردند. کسی از خویشاوندانش را نه درباره استرداد رسلان لشکربیکوف به دوشنبه و نه درباره اتهامات به ضدش اعلان شده خبردار نکردند. تفتیشات و مرافعه دادگاهی او پشت درهای بسته بدون اشتراک ادوکات دایر شده است. خبر می‌دهد سرکورova مقامات تاجیکستان تا کنون در مورد استرداد و حکم لشکربیکوف یگان تفصیلات ندادند. ماه سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نو اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان را با استفاده از نیروهای ویژه مسلح سرکوب کردند. در نتیجه 10 نفر کشته شده. درباره بازداشت بیش از 200 زاده بدخشان در این ولایت و بیرون از آن خبرها به دست رسیدند. در نتیجه 10 نفر کشته شده. درباره بازداشت بیش از 200 زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان در این ولایت و بیرون از آن خبرها به دست رسیدند. بیش از 20 زاده بدخشان اساساً رهبران و فعالان جمعیت پامیری ها را از روسیه دستگیر کرده آوردند. داستان کل تاجیکستان در اول ماه اکتبر هلاکت 32 نفر از جمله 29 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان را در جریان حادثه های ماه می و ایون سال جاری تصدیق کرد و گفت پرونده های 109 ساکن این منطقه به دادگاه رفته 77 نفر علیه محکوم شدند. حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را به استفاده بیش از حد نیرو و کشتار تظاهرگران آسایشته در جریان سرکوب اعتراضهای ماه می در بام جهان عیبدار میکنند. مدیر یک تلویزیون مستقل را در شهر پنجکند با گمان افباشی دستگیر کردند ولی خودش گفت که گناه ندارد. به قول وکیل مدافع قضیه از زنازنه روز 9 سپتامبر سال 2022 بین مدیر تلویزیون مستقل آریان نور سینو نیازوف و عضو پیشین اوانگارد و اول کارمند شعبه جوانان شهرداری پنجکند بهزاد محمدی وابسته است. در آن حادثه بهزاد محمدی گویا آسیب دیده است. در داستان شهر پنجکند گفتند نسبت به مدیر تلویزیون مستقل آریان نور سینو نیازوف با اتهام افباشی پرونده گشودند و تحقیق ادامه دارد. این بند کودکس جنایی تاجیکستان جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. منابع روز 27 اکتبر سال 2022 گفتند پرونده بر اساس شکایت بهزاد محمدی عضو پیشین گروه اوانگارد و اول کارمند شعبه جوانان شهرداری پنجکند باز شد. به اطلاع آنها بحث بر سر زنازنه روز 9 سپتامبر امسال در نزد طرفخانه میر پنجکند است. بهزاد محمدی ادعا کرد که آن روز سینو نیازوف و 3 همراهش او را زدند و به لباسش پیشاب کردند. نرگس عزیزقلوova وکیل مدافع سینو نیازوف مدیر تلویزیون مستقل آریان نور میگوید زیر حمایش اتهامات را رد کرده است. به استثنای یک مورد او گفت که هنگام رقصیدن در داخل طربخانه بهزاد را تیل داد. تمام زنازنه دیرتر در صحن طربخانه شده است. حالا تفتیش ثابت خواهد کرد که گناهکار کیست. شرح داد وکیل. خانم عزیزقلوova در صحبت با ما بحث پیشاب را تصدیق کرد و گفت برای تشخیص آن سنجش ویژه آغاز شد. به اطلاع وکیل مدافع تفتیشات تا نیمه ماه نوامبر ادامه خواهد کرد. تلاش‌های ما برای صحبت با بهزاد محمدی نتیجه نداد. چند دفعه در صفحه‌اش در فیسبوک به او پیام گذاشتیم
اما هنوز پاسخ نگرفتیم. یکی از دوستانش به ذکر نام گفت بهزاد محمدی حادثه را فراموش کرده بود، اما بعد نشر عکس‌هایش در حالت مستی در شبکه‌های اجتماعی به دادستانی شکایت کرد. این عکس‌ها را مخصوص به نمایش گذاشتند که ببینید یک سرمتخصص حکومت پنجکین چه حال دارد، در حالی که او برای تربیت جوانان و جلب آنها به صف ارتش سهم جدی دارد. افزود بهزاد محمد 26 ساله عضو پیشین گروه اوانگارد، یک سازمان وابسته به وزارت کارهای داخلی است. پیروان این گروه بیشتر به جانبداری از حکومت و منصبداران و حمله های لفظی به ضد مخالفان و منتقدان شوره دارند. بازداشت مدیر یک تلویزیون مستقل در پس منظر بازداشت و حبس چندین خبرنگار و بلاگری شناخته در تاجیکستان نگرانی ها را افزود. وکیل میگوید قضیه به کار روزنامه‌نگاری ربط ندارد، ولی سرنوشت تلویزیون آریون نور که سینا نیازوف سال 2019 فعال کرد و سرمایه‌اش از حساب تبلیغ و تجارت است، حالا ناروشن مانده است. شهرداری پایتخت تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه کوتاه خبر داد که طبق قرارهای دخلدار رئیس شهر دوشنبه با نظر داشت رسیدن فصل سرما به شهر و نویه‌های جمهوری از جمله شهرهای اصفهان، پنجکین، راغون، نویه نورآباد، رشت، ورزاب، فیض‌آباد، عبدالرحمن جامی، ناصر خسرو، میر سعید علی حمدانی 37 عدد واسطه‌های نقلیات مسافربر، بارکشانی و تکنیک‌های کمونالی همچنین کمک رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی رسانیده شدند. شهرداری در این باره جزئیات دیگر نداده است، اما در بین شهر نویه‌هایی که کمک رئیس شهر دوشنبه را گرفتند شهر اصفهان نیز است که دهه‌ها و جماعت‌های با قرقیزستان هم مرزش در جریان مناقشه خونین ماه سپتامبر سال جاری سخت ضرر دیدند. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان که 34 سال دارد از ماه ینور سال 2017 اینک قریب 6 سال باز رئیس شهر دوشنبه پایتخت و بزرگترین شهر این جمهوری است. همزمان از سال 2020 او رئیس مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان نیز است و طبق قانون اساسی بعد پدرش رهبر دوم جمهوری دانسته می شود. رستم امامعلی را وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می شمارند، ولی نقشه انتقال قدرت از پدر به پسر در تاجیکستان که زمینه قانونیش از سال 2016 با پایین آوردن سن حد اقل نامزدی به پرزیدنتی از 35 به 30 گذاشته شده بود، اینک چندین دفعه باز به سبب‌های گوناگون به قفا انداخته می شود. شهرداری دوشنبه روز 26 اکتبر سال 2022 با نشر یک اطلاعیه ویژه بار دیگر از مردم خواست تا به صحیفه‌های فیکی که از نام شهرداری دوشنبه و رئیس مجلس ملی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان رستم امامعلی کشاده شده به کاربران همچنین تحفه مبلغ‌های بزرگ وعده می‌دهند باور نکنند. در اعلان‌های نشر شده در این صحیفه‌ها از نام رستم امامعلی به کاربران مبلغ‌های بزرگ حتی تا 50,000 و 100,000 دلار و از آن هم بیشتر وعده می‌شد. رستم امامعلی قلبکی در این اعلان‌ها با ذکر اینکه تصمیم گرفته است به مردم نیازمند پول نقد بخشد از همه دعوت می‌کرد که در این صحیفه و کانال‌های فیکی خود را ثبت نام کنند. شهرداری از ساکنان خواسته است به این صحیفه‌های دروغ داده نشوند و برای حل و فصل مشکلات و نیازمندی‌های خود توسط کانال‌های رسمی مراجعت کنند و درخواست و اندیشه‌های خود را به رستم امامعلی و تیم او بنویسند. در هشدار شهرداری چنین گفته می شود به اطلاع شهروندان و استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی رسانیده می شود که به هر گونه صحیفه‌های قلبکی کشاده به اصطلاح فیک‌ها اعتبار ندهند و باور نکنند. در ماه‌های آخر این حرکت بار دوم است که مقامات از کشاده شدن صحیفه‌های قلبکی از نام رستم امامعلی هشدار می‌دهد. شهرداری دوشنبه روز 1 آگوست سال 2022 نیز با نشر یک اطلاعیه ویژه خبر داده بود که وقت‌های آخر در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، وایبر، تلگرام، توییتر و غیره از نام رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان رستم امامعلی صحیفه‌های اجتماعی قلبکی بازگردیده استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی به خصوص مردم شریف تاجیکستان و بیرون از آن را به گمراهی میبرند. این هشدارها در حالی است که چند ماه باز در شبکه‌های اجتماعی اعلان‌های فراوانی از جمله برخیش با عکس‌های رستم امامعلی پیدا شدند که در آنها از نام شرکت‌ها و برندهای مشهور چون هوندای، تویوتا، بیکو و دیگر مردم را فریب می‌دهند که گویا این شرکت‌ها برای آنهایی که به صحیفه‌های آنها عبونه می‌شوند هر روز تا چند ماشین سبکرو و ماشین جامه‌شویی و دیگر مال‌های گرانبها تحفه می‌کنند. این صحیفه‌های فیکی اعلان‌های خود را حتی به زبان‌های تاجیکی نشر می‌کنند که این باعث فریفته شدن صدها ساکن زودباور تاجیکستان شده است. این مردم به این اعلان‌های دروغ باور کرده آنها را در صحیفه‌ها و
گروه‌های گوناگون بازنشر میکنند و امید میبندند که با این راه شانس خود را برای دریافت جایزه‌های وعدگی زیادتر میکنند. روزهای آخر با مقصد جلب آدمان بازم بیشتر این صحیفه‌های فیک اعلان‌های مردم فریبانه خود را اساساً زیر عکس رستم امامعلی نشر کرده ایستادند. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 34 سال داشته از سال 2017 رئیس شهر دوشنبه و از سال 2020 همزمان رئیس مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان است. رستم امامعلی را بسیاری‌ها وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش نام میبرند. امامعلی رحمان که از سال 1992 اینک قریب 30 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد 5 اکتبر سال جاری به سن 70 رسید. طبق معلومات بخش کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه شمس‌الدین شاهین تخمیناً ساعت 23:10 روز 25 اکتبر سال روان در جماعت دیهات سر چشمه ناحیه مذکور در نتیجه بارش شدید باران سیل آمد و 5 عدد سیمچوب قوه برق را چپه کرده است. همچنین در کیلومتر 244 225 شورای شمس‌الدین شاهین خاروخ سنگریزه و در کیلومتر 234 237 راه مذکور یک موقتا رو بست. بنا به گزارش کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان مدت پس با تلاش حکومت محل راه از سیل‌آورد و یرچ پاک شد و حرکت ماشین‌ها به دو سمت امکان پذیر گردید. حالا راه باز است اما کارهای برطرف سازی پوره پیامدهای این آفت طبیعی با استفاده از تکنیک مهندسی خدمات راه منطقه ادامه دارد. اگنتی هواشناسی برای روزهای 26 و 27 اکتبر در قلمرو تاجیکستان روزهای بارانی را پیش بینی کرده بود. در این ارتباط کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به اهالی توصیه داده بود که در چنین روزها احتیاطکار باشند و از رفتن به صحرا و دامنکوها برای جمع‌آوری هیزم خودداری نمایند. همچنین توصیه داده میشد که از سبب بالا رفتن سطح آب رودخانه‌ها رفتن به ماهیداری و به سبب احتمال رعد و برق رفتن به شکار نیز مصلحت نیست. کارمندان خدمات امنیت دولتی ازبکستان در ولایت با تاجیکستان و افغانستان هممرز سرخندریا همراه با کارمندان باجخانه و میلیسیا از فعالیت یک گروه فرامرزی قاچاقبر که به قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و سپس به ازبکستان مشغول بود جلوگیری کردند. مرکز مطبوعات خدمات امنیتی دولتی ازبکستان روز 27 اکتبر سال 2022 با نشر یک ویدیو در تلگرام کانال این اداره خبر داد که در مجموع در جریان این عملیات ویژه 11 نفر دستگیر و از آنها بیش از 11 کیلو حشیش یافت و مصادره شده است. در مرحله اول عملیات در ناحیه با شهر ترسونزاده تاجیکستان هممرز سر آسیا یک ماشین تمغه لسیتی که در آن 3 ساکن ناحیه شورچه و اوزون از جمله 2 نفر قبلا هم زندان شده سوار بودند منع کرده شد. از این ماشین 670 گرم حشیش یافتند. تفتیش نشان داد که آنها این مواد مخدر را در عوض $2800 از یک ساکن قبلا هم برای قاچاق مواد مخدر دستگیر شده ناحیه سر آسیا سال تولدش 1976 خریدند. این فروشنده مواد مخدر نیز دستگیر کرده شد. بنا به اطلاع محلیا ولی قلوان سخنگوی خدمات امنیت دولتی ازبکستان در مرحله دوم عملیات در پاسگاه دربند در ناحیه بویسون ماشین تمغه نکسی 2 که در داخلش 3 ساکن ناحیه اوزون سوار بودند منع و تفتیش کرده شد. از این ماشین 9 کیلو و 410 گرم حشیش پیدا کردند. گفته می شود در رفت تفتیش معلوم کرده شد که این بار قاچاقبران از تاجیکستان به ناحیه اوزون آوردند و این 3 ساکن اوزون آن را برای فروش من بعده به ولایت سمرقند می بردند. در ادامه عملیات در ناحیه نورآباد با 3 ساکن شهرهای سمرقند و اندیجان نیز هنگام گرفتن یک قسم این مواد مخدر به دست افتادند. همین طور مقامات امنیتی از خانه یک ساکن ناحیه دهنو سال تولدش 1971 باز 964 گرم حشیش را پیدا و مصادره کردند. نسبت به همه این 11 نفر دستگیر شده پرونده های جنایی گشوده شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 اکتبر سال 2022 از آشکار شدن یک حادثه غارتگری که شبانه در پایتخت صورت گرفته است خبر داد. بنا به این منبع هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در ناحیه فردوسی یک جوان 18 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی سود شده است این دفعه با گمان غارتگری دستگیر کرده شد.
خود دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این جوان شب 22 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 22:30 در کوچه مشفقی با روی زوروری و با تهدید کارت از دست یک جوان 17 ساله ساکن شهر دوشنبه تلفن موبیلی تمغه ریدمی نو را که ارزشش 1800 سومون را تشکیل می‌دهد گرفته از جای حادثه غیب شده است. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. وزارت کار داخله گفت نسبت به این ولایت تفتیشات ادامه دارد. اکنون به این جوان بر اساس قسم دوم ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان برای غارتگری یعنی آشکارا تصرف کردن مال و ملک غیر با استفاده از زوراوری یا تهدید استفاده چنین زوراوری همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. مرکز مطبوعات وزارت کار داخله تاجیکستان خبر داد که شام شب 25 اکتبر سال 2022 در دو صدمه علیحده مرگ آور در شمال و جنوب تاجیکستان 2 نفر جان باختند. از جمله 25 اکتبر سال 2022 تخمین ساعت 18:45 راننده ماشین تمغه اوپل زفیر عثمانوف کامل جان سال تولدش 1997 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در حدود نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران اوسیموف پولوجان سال تولدش 1942 ساکن همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه جان داده است. همچنین شب 25 اکتبر تخمین ساعت 23:00 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز نعیموف علیشیر سال تولدش 1988 ساکن نویه یووان هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت دیوت دهنه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قسمت راست راه برآمده با سیمچوب بتونی برخورده است. در نتیجه خود راننده نعیموف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معلول می شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.